سلام، رویا هستم. امروز نصب برنامه پایتون رو میخواستیم با هم جلو بریم و اینکه اولین کاری که میکنیم میایم توی سایت python.org. اینجا تبای مختلفی هست، میایم روی تب دانلود و سیستم عامل ما که ویندوز هست شناسایی میشه و لینک دانلود پایتون 3.13 رو به ما نشون میده. روش کلیک میکنیم. حجم این فایلش کم هست و زود نصب میشه. بعد از اینکه نصب شد دوباره میام یه چند لحظه ویدیو رو قطع میکنم. خب فایل پایتون نصب شد. حالا میریم برای ادامه نصب. اینجا فایل پایتون رو روش کلیک میکنم. یک گزینه add python to pass هست که خیلی مهمه، حتما بزنید و در ادامه customize installation رو میزنم. از بین این گزینه ها for all user رو هم تیکش رو میزنم و install python for all user. در ادامه نصب دوباره میام، فعلا قطع میکنم ضبط رو. مرسی. خب الان پایتون به درستی نصب شد. فقط یک نکته‌ای که راجع به add to pass رو ما برای چی زدیم من اینجا توضیح میدم. وقتی که این قسمت edit بزنید edit the system environment، در تب advanced قسمت environment variable روی system variable قسمت path، در واقع برنامه هایی که شناسانده شده به سیستم عامل ما اینجا هست و همینطور که میبینید پایتون هم هست. اگر نبود ما مجبور بودیم با نیو و اضافه کردن آدرس پایتون این کار رو انجام بدیم که سخت بود. پس از همون اول add to pass رو حتما بزنید. حالا برای اینکه ببینیم پایتون واقعا به درستی نصب شده یا نه، میایم روی خط فرمان ویندوز یا همون کامند پرامپت و پایتون رو میزنیم. همطور که میبینید یک نوشته ای اومد که پایتون 3.13 رو نشون میده. حالا میتونیم یکی از دستورات پایتون رو هم بزنیم مثل پرینت بین دو تا دبل کوتیشن کلمه hello world رو میزنیم. اگر چاپ بشه به درستی پایتونمون داره کار میکنه. همطور که میبینید hello world رو نمایش میده. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید. اگر دوست داشتین ویدیوهای مربوط به الکترونیک و همچنین برنامه نویسی رو دنبال کنید، خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی هم بتونید استفاده کنید. مرسی، تا بعد.